جناب قاری صاحب به سفیان ابن عیینه گفتند که آیا مزاح کردن عیب است؟ کسی که مزاح میکنه. حضرت فرمودن که نخیر، مزاح سنت است لیکن در مکانش باید صورت بگیرد. خود رسول صلی الله علیه و سلم گهگاه مزاح میکردند، اما مزاحشان در چوکات بود. در مزاح رسول صلی الله علیه و سلم در سایه بود. پیرزنی میآید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض میکنند یا رسول الله، آیا پیرزنها در بهشت میرود؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود نخیر، پیرزن در بهشت نمیرود. او خیلی زیاد ناراحت میشه و دلخور که من اگر در بهشت نرم پس کجاست؟ من در جهنم میرم. بعد از اینکه رسول صلی الله علیه و سلم در سیمایش ناراحتی رو میبینه، برش میگه پیرزن در بهشت نمیره بلکه تو جوان شده در بهشت میری. یکی از مزاحایی که رسول صلی الله علیه و سلم میکردن و کردن، و هیچ وقت در مزاح رسول صلی الله علیه و سلم دروغ نبود. در مزاح دروغ نباید باشه. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه فرمود که مزاح عیب نیست برش، سنت است لیکن در مکان خودش باشه و راست باشه.